بازداشت خبرنگاران و بلاگرها عبدالستار پیرمحمدزاده، زفقبیک سیدامینی، دلیر امامعلی و عبدالله غربتی در 2 ماه گذشته و بازپرسی چند خبرنگار دیگر چه هدف و عاقبتی دارد؟ ترسانیدن خبرنگاران و تحت نظارت کامل گرفتن مطبوعات مستقل در تاجیکستان است. چرا مقامات تاجیکستان همچنان خاموش هستند و نمیگویند که سبب بازداشت خبرنگاران بلاگران چی است؟ این است موضوع گپی آزاد و مهمانان برنامه ما نورالدین قرشبایف، رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان و جمشید یاروف، وکیل مدافع و رئیس بنیاد بزرگمیر در خارج کشور. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. اما در ابتدا میخوام بگویم که مراجعت‌های پی در پی ما به مقامات برای شرح قضیه خبرنگاران بازداشت شده و دعوت به این برنامه نتیجه نداد و از جمله مراجعت به اتفاق خبرنگاران تاجیکستان هم نتیجه نداد. با این حال سوال اول، چرا در یک مدت کوتاه تعداد زیادی ژورنالیستان دستگیر شدند و یا بازپرسی می شوند؟ محترم نورالدین قرشبایف، از شما شروع میکنیم. مرحمت. تشکر. ما فکر میکنم که این عاقبت اون فشار و تعقیباتی که نسبت روزنامه‌نگاران آزاد، فعالان جامعه شهروندی به نظر می رسید در یک مرحله وضعیت خیلی متشنج گردید و این بازداشت ها رخ دادند. از اول سال وضعیت خیلی در قزاقستان در رابطه با حادثه ها در الماتا و دیگر شهرهای این کشور، پس آن حادثه های مربوط به بدخشان مقامات حفظ حقوق را تکان بخشید که آنها اقدامات قبلی خودشان را جدیتر عملی نمایند و به بهانه مبارزه علیه اکستریمیسم و تروریسم این کارها را انجام دهند. و من مطمئنم که مقصد اصلی این اقدام تحت نظارت پوره گرفتن افکار جامعه در کشور است. یعنی با این تحت نظارت پوره گرفتن افکار جامعه چی مقامات تاجیکستان چی برد خواهد کرد؟ متاسفانه برد کردن مقامات را کسی کفالت نمیده، زیرا وقتی که حکومت میخواهد افکار جامعه را تحت کنترل قرار داشته باشد، البته این واکنش منفی از جانب سازمان‌های حمایت حقوق بشر و سازمان‌های بین‌المللی به میان می‌آورد که و ایمیج بین‌المللی جمهوری تاجیکستان تاثیر منفی می‌گذارد. تشکر. محترم جمشید یاروف، نظر شما به این تمایل بی سابقه چی است؟ چرا در یک مدت کوتاه اینقدر خبرنگاران دستگیر شدند، بازپرسی می‌شوند؟ خواهش می‌کنم. سلام علیکم. در اول من فکر می‌کنم که این با راه ماندنی، یعنی با راه ماندن هم نه، وسعت دادنی با تاجیکستان وارد کردن سنزور است. هرچند که سرقانون سنزور رو منع می‌کند، تنقید رو اجازه می‌دهد، ولی عین حال در تاجیکستان تمام مقامات سنزور رو وارد می‌کنند. ببینید مقامات قدرتی نیز به همین حالت هستند. من به قریبی وزارت مدافعه با چنین اقدام با حکومت مراجعت کرده است که تغییرات علاوه ها با کودکس حقوق بیان‌کنی مأموری داخل کرده شود، دیگر کسی درباره این مقامات درباره این وزارت تنقید نکند. و بازداشتی این اشخاصی که شما در اول برنامه نامبر کردید سببش همین بود که یک مسئله مبرم روز رو می‌برداشتند، گپ می‌زدند، به نزد کارمندان مسئول کارخانه‌ها و وزارت‌ها می‌رفتند و پرابلم رو آشکار می‌کردند. و این یک سیستماوی هست. من فکر می‌کنم جاری کردن سنزور در جمهوری تاجیکستان. تشکر. بله، ببینید از بازداشت باید دیگر شود. مقصد اساسی حکومت همین است، حکومت همین است. تشکر. از بازداشت زفقبیک سیدامینی و عبدالستار پیرمحمدزاده یک هفته میگذرد. پیوندانشون میگن آنها وکیل مدافع ندارند و در کجا بودنشون معلوم نیست. محترم قرشبایف، به نظر شما این رفتار مقامات چه معنا دارد؟ متاسفانه قانون ناپسندی در مقامات حفظ حقوق معمول شده است و طبق مقررات قانون هر شخصی را که بازداشت میکنند باید در مهلت 72 ساعت
با او یا عیبش رو اعلام کنند یا که رها نمایند. ولی با گذشت یک هفته یگان مسئول مقامات حفظ حقوق درباره بازداشت کردن ذوقی بیگ و عبدالستار بیانیه رسمی پهن نکرد و این چیز برای مقامات قدرتی ما یک عنعنه شده است. وقتی که ما درباره صلح و ثبات صحبت بکنیم و وظیفه اصلی مقامات حفظ حقوق تامین حقوق و منفعت‌های دولت در برابر حقوق و منفعت‌های شخص است، شهروند است، باید همه کار در دایره طلبات قانون صورت گیرد. ولی متاسفانه حتی برای دسترسی پیدا کردن به اطلاعات رسمی درباره این بازداشت‌ها یا دعوت‌ها ما به مشکل دچار می‌آییم. تشکر. جناب قرشبویف، یک سال دیگر وقتی که این از بازداشت این 4 نفر خیلی مهلت میگذرد، اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان خاموش است، دیگر سازمان‌ها خاموش هستند. آیا سازمان شما هم مراجعت نامه‌ای به مقامات نوشتند و سراغ کردید که به اینها چی میگذرد؟ گپ در سر اون است که باید هر چیز در دایره قانون صورت گیرد. وقتی که ما یک ماه قبل درباره بازداشت درباره حادثه‌ای که نسبت به دلیر امام علی رخ داد، در برابر آن نسبت دیگر همکسبای ما یک بیانیه مشترک سازمان‌های روزنامه‌نگاری و راهبران رسانه‌ها پهن گردید و من گمان میکنم که همین بیانیه سبب اقدام‌های جدی از جانب مقامات حفظ حقوق کردید و آنها با اقدام‌های جدی‌تر دست دادن تا که تاثیر رو در بیان جامعه روزنامه‌نگاری زیادتر گردانند. بله، تشکر. محترم جمشیدیارov، شما چی میگید؟ از نظر قاعده و معیارهای قانون در تاجیکستان هم شرح میداده که تا کجا در دایره قانون صورت گرفتن این بازداشت‌ها؟ عموما من فکر میکنم که یگان اساس قانونی بازداشت کردن این اشخاص نبود. دوم، امکانیتی در آزادی بودن و نسبت آنها بررسی کردن، تفتیش کردن پرونده بود. در اینجا باید گفت که از لحظه بازداشت شدن انسان باید مقامات قدرتی، نماینده مقامات قدرتی به این اشخاص امکانیت میدادن که درباره جای بود و باششان در حالت وضعی پروسسوالیشون، یعنی که بازداشت شده، گمانبر شده، عیبدار شونده، به نزدیکان خودشون زنگ زنند و گویند. حتما باید مقامات قدرتی امکانیت میداد که کسی ادوکات دعوت میکرد یا که خود همون بازداشت شده ادوکات دعوت کنند. من فکر میکنم که در حقیقت عین حال آنها دارند ادوکات، ولی ادوکات به مثل جامعه ژورنالیستی تاجیکستان، ادوکاتور تاجیکستان هم یک جامعه، یک نهادهای جمعیتی به نهایت هم کم فعال، سوس فعال هستند. ادوکات این اشخاص نامبر کرده شده، بازداشت شده ها دارند، ولی از ترسی که نسبت آنها فشار میاد، آنها به کسی نمیگویند که من ادوکات همین انسان هستم یا کی هستم. تشکیلات هایی که در درون تاجیکستان هستند امکانات بیشتر نسبت به ما دارند. اوید دسترسی کردن دسترس کردن یگان معلومات، اوید فشار آوردن به ادوکاتورا، ولی که برای چی همین کار رو نمیکنن؟ فقط با یک بیانیه خاتمه دادن فعالیتشون. من این رو فکر میکنم نادرست است و بر ضرر است، چون که در آینده همین حال و احوال تمام ژورنالیستان تاجیکستان رو انتظار است اگر اونها یگان گپی ایلوگی هم گفتنی هم باشند. ببینید، شما میگید که مقامات اون بر اساس قانونگذاری تاجیکستان اون مسئولیتی که باید در این حالت انجام دهد انجام نمیدهد. در این حالت مقامات تاجیکستان رو هم مجازات در پی هست یا نه، یا که اونها بی جزا همچنان میمونن؟ مقامات پروکراتور نظارت از بالای تفتیشات پیشکی رو دارد، ولی از سبب اون که در تمام همین شاخه های سیستم حقوقی قدرتی شخصان تصادفی که بسیار هستند عموما درباره قانون تصورات ندارند. فقط آنها برای
صادق بودنشون به همین مقامات دعوت شدند و کار میکنند و این رو یک منبع درآمد حساب میکنند، نه اینکه جای خدمت به وطن، برقرار شوی عدالت، ولایت قانون، چون این مفهومات در عموما در سر آنها نیست، تصور تام ندارند. تشکر. پروکراتوری که باید نظارت یک خیلی قانون ها رو رعایت کند و نظارت کند پر از همین خیلی اشخاص هست و یک سیستم هست، یگان جزا نسبت آنها نمیشه. و در همین جا میبخشید کم یک دراز میگم، در همین جا باید یک جایگی در باید کار کنند مردم، هم اتفاق ادوکات های تاجیکستان، اتفاق ژورنالیستان، دیگر نهادهای حفظ حقوقی چی داخلی و چی بیرونی. در اون وقت ما فقط میتونیم یک معلومات پیدا کنیم، یگان راهی تاثیررسانی یا که آزاد شدن آنها رو این اشخاص رو بینیم. تشکر. حداقل در 10 ساله اخیر ما چنین وضعی رو در تایستان ندیده بودیم، هرچند به خبرنگاران اجازه کار نمیدادند و یا نمیگذاشتند مسئله را انعکاس کنند. یعنی می توانیم گوییم که دیگر مقامات از خبرنگاران یا از مطبوعات مستقل و یا دیگرانشون بیشتر میترسند. محترم قرشبویف، نظر شما رو میخواستم. من گمان میکنم که هر روز میان کارمندان مقامات حفظ حقوق وجود دارد، ولی با کم فعالیتی ابطال کردن جامعه روزنامه‌نگاری با فکر من درست نیست. من به جای رئیس اتفاق ژورنالیست‌های تاجیکستان چیزی گفتن حق ندارم، ولی از جانب سازمان ما هر کسی که مراجعت میکنند ما حد الامکان کوشش به خرج میدیم که با وی کمک حقوقی رسانیم. لیکن مشکل در دیگر چیز است. اکثر ژورنالیست‌هایی که به مقامات دعوت کرده میشوند نسبت آنها عملهای غیر قانونی صورت میگیرد، برای مراجعت کردن جرأت ندارند. یعنی وقتی که خود شخص نمیخواهد یا نمیتواند از حقوق و منفعت‌های خودش حمایت کند، سازمان دیگری به جای وی کار انجام داده نمیتواند. بله، ببینید بعد از بازداشت این بلاگرها بعضی مقامات ها خبرهایی که به ما بعضی منبع ها گفتن که نزدیکانشون، دوستان و رفیقانشون و بعضی از خبرنگاران را هم دعوت کردن به بازپرسی. به سازمان شما همین گونه خبرنگارایی که با بازپرسی دعوت کردن دعوت اومدن به شما مراجعت کردن؟ جناب خرشبوی. فقط در روز سه‌شنبه همین هفته 3 نفر با ما مراجعت کردند که آنها را به مقامات دعوت کردند. ما با آنها مصلحت‌های حقوقی دادیم و چگونه عمل کردنشان را فهمانیدیم در دایره قانون و متاسفانه از این 3 نفرشون 1 نفر تا در آمدن به نهاد قدرتی، 2 نفر دیگرشان بعد در آمدن بعد صحبت‌ها در مقامات حفظ حقوق از ما خواهش کردند که این مسئله رو رسانه‌ای نکنیم. بله. بله، تشکر. جمشید، میخواستم از شما هم بپرسم که آیا سالهای اخیر دیگر مقامات تاجیکستان از مطبوعات مستقل و خبرنگاران بیشتر میترسند؟ شما چی میگویید به حرفای قرشبوی؟ من در اینجا راضی هستم با هم صحبتمون، چون که ببینید برای چی میترسند؟ نه فقط مقامات قدرتی میترسند، بلکه دلخواه رهبران اداره‌های دولتی میترسند. برای که اگر ژورنالیست مستقل یک مسئله رو آشکار کند، مثال میگیریم دلیر امام علی عبدالله غربتی، اونها نشون میدهند که با چی کار و بار مشغول میشوند رئیسان، مثال همون بیگ صبور، درجه سوادناکی آنها رو نشون میدهند، مناسبت آنها با روزنامه‌نگار رو نشون میدهند، مناسبت با شهروندان رو نشون میدهند. آنها نمیخواهند که همین کمبودی‌های آنها فاش شود و آنها در نزد جامعه شرمنده شوند. برای همین تمامی واسطه‌های داشته خودشون رو که آنها هم گویا با یکدیگر خویشتابار و علاقه نزدیک دارن استفاده برده فشار بالای ژورنالیستان میبرن. من حاضر دوستمان گفتن که 5 نفر رو دعوت کردن و نسبتشون چنین فشار گویا داده شده است که با رسانه‌ها عموما سخن نگوید درباره اینکه کی شما رو دعوت کرد، چی گفت، درباره چی صحبت کردین، چیز نگوید. ببینید این یک طرز فشار آوردن، یعنی که نشان دادن اونه که ما پرقدرتیم، فریب کردن مردم از بالای
درباره که حقوق عهده‌داری‌هاشون مردم پورا نمیدونن. بله تشکر. و حالا بله تشکر. و حالا شما رو دعوت میکنم به یک صحبت سراحی همکارانمون با ساکنان در دوشنبه. همکاران ما از رهگذران درباره بازداشت خبرنگاران و درست یا نادرست بودن این عملکرد مقامات را پرسیدند. میبینیم با صحبت ما رو ادامه میدیم. مرحبا. باید نقفن. ژورنالیست ها چیزی هست همون رو گپ میزنن، ممکن با اصلاح کرده میشود همون کار رو. چیزی بودگی چیزی هست، هیچ وقت دروغ گپ نمیزنن. برای همون خطا وهای داشتن و ها برعکس ما هم میخوای شرایط کنن کلامو که همها گردن اصلاح کنن، آدمای پیشروی برعکس تله دیهن پیش روند. حقیقتا ما آنچه پیش رفتیم با همه خیلی کنن که همه آبادی با نقصر شود و خیلی آباد شود وطن ما. برادر بودم دلیری امامعلی بهترین انسان بود، حقیقت میگفت. نمیدونم برای چی باشد که مقامات های ما نمیخوان که حقیقت باشد. منم در حیرت هستم. اگر که وقتی که مقامات یک انسانی که ژورنالیست یا که یک انسانی را وقتی محکم میکنه، باید به ما پیشنهاد کنه که در چی اساس معامله یا اغوا انداخت همون انسان یا چی کار کرد. Что-то не то сказали, поэтому правительство задержало. А так я, в принципе, не знаю. Да, фикрам ки коршан ноҳақ. барое ки журналист як нутқи буро дорад ва дар ҷамъият дар кор. Инаш хабар надорам. Медонам ки маҳкам кардану. Все зависит от причины задержания. Если их задержали по закону, то при законе равны все. Значит, они должны нести ответственность за содеянное. Если бы их задержали по какой-то другой причине, ну, в смысле, как у нас сейчас часто вообще в европейских странах и в это выражаются по беспределу власти, то это другое совсем дело. Здесь они отвечают по закону. تشکر. و حالا نظر شما رو میخوام بپرسم درباره این فکر و سخنهای ساکنان چی است؟ جناب قرشبایف از شما شروع میکنیم. مرحبا. من گمان میکنم که این اشخاصی که پرسیده شدن معلوماتی همه جانبه درباره بازداشت و دعوت‌های ژورنالیست‌ها به نهادهای قدرتی ندارند. برای اینکه بیشتر موادها یک جانبه پخش کرده می شود و موقع رسمی حکومت تاجیکستان مقامات دولتی آشکار نیست. برای آنکه توازن نگاه داشته شود، وقتی که هر بازداشت، هر حادثه نقض حقوق رخ می‌دهد، باید مقامات دولتی موقع خودش را مشخص کنند و بگوید که با کدام اتهام این شخص را بازداشت کردند. تشکر. جمشید یورف، نظر شما چی است؟ مقامات هیچگاه از پیش خود با گفته روسا اینیشیاتیو خودش قطعی نمیخیزد و گپ نمیزند که من فلان آدم رو بازداشت کردم با فلان اتهامات. این کارو همون ژورنالیستانی که در داخل این حال موندن که کار میکنن اونها باید کنن. هم کسی به اونها بازداشت میشود، اینا نمیروند پشت دری همون مقامات درخواست رسمی نمی نویسند، پشت در انتظار نمیشوند، نمیپرسند. البته مقامات هم میگوید که با ما مراجعت نشده است، چی سوالی که دارید التماس به طرز خطی روان کنید یا اینکه انتظار شود بعد 6 ماه ما در پرس کنفرانس با شما گپ میذاریم. میشه عیب خودی همین جامعه ژورنالیستی هم هست گویم میشود. برای چی خبر نیست، یگون معلومات نیست. بله تشکر. باری دیگر میخوام تاکید کنم که یک سوال آیا شما میدونید که همین اشخاصی که حال عبدالله غربتی مثال دلیری امامعلی دیگر ادوکاتشون کیست؟ نام ادوکات هم نور اقلا شما میدونید؟ ما میدونیم ادوکات اونها کیستن. ما میدونیم که وای کدام اقدامات رو پیش گرفته است. اینجا ژورنالیست‌ها رو گناهکار کردن از اروپا نشسته. خیلی آسان است. ژورنالیست‌ها زبراز میفرستند، یعنی درخواست اطلاعاتی میفرستند. متاسفانه وقتی که از پروکراتور جنرال سرکرده تو وزیر کارهای داخلی با درخواست‌های ژورنالیستی پاسخ نمیگوید، در اینجا گناه ژورنالیستی است.
مجبور کردن در یعنی نظام خودش نیاز به اصلاحات دارد. وقتی که نظام خودش اصلاح نمیشه اگر قانون قرار کرده است باید با قانون در نظام رو همه برابر باشد. تشکر. محترم قرشبایف، سازمان شما درباره فعالیت خبرنگاران و بلاگران تحقیقات گوناگون انجام داده است. آیا کاری که آنها میکنند، یعنی همین بلاگرها، مگر غیر قانونی است و میتواند سبب بازداشت شود؟ یا آیا حالتی هست که آنها کارهای غیر ژورنالیستی انجام داده باشند؟ نظرتون چی است؟ مشاهده‌های ما و خلاصه‌های تحقیقات سازمان ما این است که بیشتر ژورنالیست‌ها و بلاگرها فعالیت خود را درست در دایره قانون براه می‌مانند. ولی متاسفانه میان روزنامه‌نگاران جوان اشخاصی هم هستند که با کمبودی‌ها، یعنی با رعایت نکردن توازن، با بعضی معیارهای قانون رعایت نمی‌کنند و بیشتری آنها معیارهای اخلاقی را صرف نظر می‌کنند که از ویران کردن معیار اخلاقی تا نقض حقوق شخص دیگر در صورت نادرست اجرا کردن رسالت ژورنالیستی یک قدم است. و فعلا من به خاطر اون که به جریان تفتیشات خلل وارد نکنم، بعضی اطلاعاتی که دارم نمیتوانم آشکار بگویم، زیرا خلاصه های ما این است که در بعضی حالت ها خود ژورنالیست ها با کمبودی ها راه دادن، ولی این کمبودی ها بهانه برای مجازات سختی ژورنالیست هایی که نظر انتقادی دارند شده نمیتوانند. و من گمان دارم که سبب اصلی این بازداشت ها و اقدام های مقامات حفظ حقوق باز هم همون فعالیت ژورنالیستی و بلاگری همکسبای ما است که با فکر من یگانه قشر جامعه مانده است که گپ خودش رو میگوید و تنقید میکند و پیشنهاد میکند که برای اصلاح وضع چی اقدام باید کرد. از همین لحاظ گمان میکنم که اون چیزی که به فعالیت کسبی ژورنالیست دخل دارد باید مشکفانه تحقیق کرده شود تا که از لحاظ مثلا غرض‌های شخصی و گروهی ژورنالیستان رو به مجازات نکشند. بازداشت خبرنگاران که حاکمیت چهارم یا یک رکن اصلی کشورهای دموکراتیک به حساب می رود، برای تاجیکستان جامعه آن چه عاقبت دارد؟ محترم نورالدین قرشبایف، نظرتون چی است؟ یعنی این اقدامی که نسبت آزاداندیشی یا پلورالیسم نظرها پیش گرفته می شود، البته بر ایمیج جمهوری تاجیکستان همچون دولت دموکراتی لطمه وارد می کند و متاسفانه اون اقدامی که از جانب مقامات حفظ حقوق نسبت اشخاص ما همچون ویران کردن معیار قانون محسوب می‌یابد، در دولت‌های غرب این یک چیزی معمولی است. و در یک نشست هم من گفتم که اون اعمالی که شما همچون حقوقشناسا گناه حساب میکنید در اروپا، این چیز عملی کردن حقوق به آزادی بیان است و بنابراین وقتی که چنین جنایت ها فراملی میشوند، در تحقیق آن باید معیارهای بین‌المللی تطبیق کرده شود. تشکر. محترم جمشید یاروف، عین همین سوال رو میخوام از شما پرسم. عاقبت تعقیب و فشار به خبرنگاران بلاگران در تاجیکستان برای جامعه کشور چی هست؟ چی پیامد دارد؟ خواهش میکنم. پیامدهایش رو من کوتاه میگم. این به قفا پرتافتن ترقیات جمهوری تاجیکستان میباشد در همه ساحه‌ها.
اگر ما اشخاصی که ما گفته ما نماینده حکومت و کارمندان مقامات دولتی رو در نظر دارم، اگر ما دهانی اون آدمی که یک کمبودی رو نشون میدهد، ژورنالیستی که کمبودی رو نشون میدهد، راهی کمبودی رو نشون میدهد، بلاگر رو محکم کنیم، همون شرط و شرایطی که عین حال هست به همون راه تاجیکستان رفتن میگیرد، پیشروی نمیشود. ولی ژورنالیستان فروخته شده میگویند که ما پیشروی داریم، ما بهشتی روی دنیا داریم و هاکذا و هاکذا. این به اون میرساند که تاجیکستان در رشد و نمو تماما عقیب میماند. وقتی که من میگم فروخته شده، این معنی وای ندارد که اصلا با پول او را کسی خریده است. وای آدم زنبیروانی حساب میشود، آدمی که زیر پروپاگاندا قرار گرفته است و طرف فکری دوم رو گوش کردنی نیست. متوازن چقدر که گفتن نمیخواهند، فقط آنها درست هستند. مقامات قدرتی از بس که ژورنالیست رو که دلخواه شخص رو بازداشت کرد، یعنی که وای جنایتکار است، به سبب نیست. من همین خیلی ژورنالیستانی که یک طرفه به تحقیق همه طرفه کار سخن میرونند، یگان مواد نشر میکنند، با تبلیغات مشغول هستند. تشکر جناب قرشبایف، شما که مسئول یکی از سازمان‌های با نفوذ ژورنالیستی در داخل تاجیکستان هستید و خودتون در داخل کشور هستید، به همین حرفای جمشید یاروف چی نظر دارید شما؟ متاسفانه تمغه زدن برای ژورنالیستان یک کار معمولی شده است. ژورنالیست که به حق روزانه میگن که این فروخته شده است، از خواجه های خارجی خودش پول گرفته است. اگر تعریف کند یکان چیزی مثبت باز هم میگن که این به حکومت فروخته شده است. من گمان میکنم که هر کس باید رسالت اصلی خودش اجرا کنه. ژورنالیست باید کاری خودش فعال کنه، ترغیبگر، پروپاگاندیست کاری خودش اجرا میکنه. بله تشکر. ما در عصر اطلاعات زندگی میکنیم و ژورنالیست خبری اصلی رو از معلوماتی بردروغ فرق کردن رو باید بیاموزیم. تشکر. و حالا میرسیم به پایان برنامه و سوال آخر از هر دوی شما، این مشکلی که حالا به سر مطبوعات تاجیکستان آمده است راه حل دارد؟ جناب قرشبایف مرحمت از شما. من گمان میکنم که همه مشکل راه حل دارد و این مشکل نیست، فقط با راه مکالمه باید حل خود رو داشته باشد. یعنی جانب حکومت و جامعه روزنامه‌نگاری باید با همدیگر در مکالمه باشند و اصلاح همه گونه کمبودی واجب است و اون ژورنالیست‌های جوان، اون رسانه‌های نو که در فضای تاجیکستان پیدا شده هستند با ما اعتماد می‌بخشند که در صورت مکالمه، در صورت پیدا کردن منفعت‌های عموم به خاطر ملت و رشد دولت تاجیکستان ما می‌توانیم همکاری حسنه میان مقامات دولتی و وسایل اخبار عامه را نو بسته شکل مالکیتشان برآورده. تشکر زیاد. جمشید یاروف، نظر شما چه؟ شما هم فکر هستید با قرشبایف؟ در این سوال 100% راضی هستم. باید روی حل هست، البته روی حل هست و این روی حل رو یکم که در مکالمه جستن در کار، دوم در اتحاد جامعه شهروندی، چی جامعه ژورنالیستی باشد، حقوق شناسی باشد، جامعه بلاگری باشد، دیگر اتحادیه باشند، فعالان جامعه شهروندی، اگر خور با پای یکی از آنها خلد و حقوقشان ویران شود، باید تمام همین جامعه در حفظ باشد. البته که اگر اون اشخاص حقوقش ویران کرده شده باشد، وقتی که حکومت میبیند که طرف دیگر یک جامعه هست، یک گروه متشکل هست، البته باید گوش میدهد. وقتی که میبیند که یک کس سخن میراند، دو کس فقط سخن میراند و بعد 2-3 روز یا که بعد 1 ماه درباره دلیل امام علی و دیگر عموما سخن نمیرانند، البته که نه به مکالمه باید تیار میباشد و نه به اصلاحی کمبودی ها. برنامه به پایان رسید. مهمانان ما نورالدین قرشبایف رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان و جمشید یاروف وکیل مدافع و رئیس بنیاد بزرگمهر بودند. تشکر بینندگان عزیز برای همراهی با شما.
هم مثل این مهمانان ما می توانید آزادانه نظر و اندیشه‌های خود را زیر همین برنامه نویسید. تا دیدار در برنامه‌های دیگر و من میرزا نبی خالقزاد بودم، برنامه را پیش می بردم. خدا نگهدار.